بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید به یکی دیگر از برگ های بدانه خواهرم. امروز می خواهیم بدانیم دروغ و صداقت چیست و کدام را باید انتخاب کرد در این دو. خوب است بدانیم اسلام عزیز ما در این مورد چی گفته است. این که راستگویی چیست؟ راستگویی یکی از برجسته ترین صفات اخلاقی در اسلام است. دین اسلام بر صداقت تاکید فراوان دارد و دروغ را از صفات ناپسند و گناهان کبیره می داند. خداوند متعال در قرآن کریم دروغگویان را مورد نکوهش قرار داده است. در سوره نحل آیت 105 می فرماید: انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله و اولئک هم الکاذبون. تنها کسانی که به آیات خدا ایمان ندارند دروغ می‌بندند و آنان دروغگویانند. این آیه نشان می‌دهد که دروغگویی نشانه ضعف ایمان است. پس بیایید از دروغ بپرهیزیم. همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعدد دروغ را نکوهش کردند. در حدیث بخاری و مسلم روایت شده است که راستگویی به نیکی هدایت می‌کند و نیکی به بهشت می‌برد. انسان پیوسته راست میگوید تا نزد خداوند صدیق نوشته می شود و دروغ به فجور هدایت می کند و فجور به آتش جهنم. انسان پیوسته دروغ میگوید تا نزد خداوند کاذب نوشته می شود و صداقت را در سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم مشاهده کنیم تا اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیش از بعثت به امین معروف بودند. صداقت ایشان در گفتار، در رفتار الگوی مسلمانان است و در حدیث آمده است: از دروغ بپرهیزید زیرا دروغ با ایمان ناسازگار است. و اگر ما بر دروغ ادامه بدهیم چه عواقب دارد باید بدانیم. دروغ باعث بی‌اعتمادی در جامعه می شود. ریشه بسیاری از گناهان است. نشانه های نفاق است. و صداقت چه نقشی دارد در زندگی ما؟ صداقت موجب اعتماد و احترام می شود. راهی به سوی بهشت است. نشانه ایمان قوی است. پس بدانید خواهرم، صداقت نوری است که راه ما را روشن می کند و دروغ تاریکی است که ما را از راه راست منحرف می سازد. بیایید با پیروی از قرآن و سنت صداقت را در زندگی خود نهادینه کنیم و از دروغ بپرهیزیم. تا بدانید خواهرم بعدی، الله حافظتان. سلام علیکم و رحمت الله.